با معلومات شهروندان رسانیده می شود که سنه 18 دکامبر سال 2019 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو وابسته به قانونگردانی مقام حقوقی شهروندان خارجی و شخصان بیشهروندی که به طور غیر قانونی در حدود جمهوری تاجیکستان قرار دارند قبول کرده شد. قانون مذکور اساسهای حقوقی و تشکیلی از جانب دولت گذراندن اقدام یک دفعه‌ای اوید به عفو را وابسته به قانونگردانی مقام حقوقی شهروندان خارجی و شخصان بیشهروند دولت‌های سابق اتحاد شوروی سوسیالیستی که به طور غیر قانونی در حدود جمهوری تاجیکستان قرار دارند مقرر می‌نماید. حجت‌ها از شخصانی که تحت عمل قانون قرار می‌گیرند قبول کرده می‌شوند که تا سنه 31 دکامبر سال 2016 به جمهوری تاجیکستان وارد گشتند. معین‌سازی و قبول عریضه‌ها اوید به باقاعدگیری وضع حقوقی شخصانی که تحت عمل قانون فرا می‌گیرند تا سنه 25 دکامبر سال 2022 گذرانده می‌شود. از این لحاظ شخصانی که در دست شناسنامه شهروند سابق اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی، شناسنامه شهروند دولت خارجی که مهلت اعتبارش گذشته، گواهنامه اقامت دائمی، حجت‌های سفری شخصان بیشهروند و یا معلوماتنامه تصدیق کننده از دست دادن شهروندی دولت خارجی داشته باشند میتوانند برای سپاریدن حجت‌های لازمه به خدمات شناسناموی و به قیدگیری محل زیست خود مراجعت نمایند.